می‌فرماید چقدر باید در فکر حضرت غائب باشیم و برای تعجیل در امر فرجش دعا کنیم. به طور یقین دعا در امر تعجیل فرج آن حضرت مؤثر است، اما نه لغلقه زبان. دعای تعجیل فرج مثل نماز نافله عمل مستحبی است، یعنی راستی و جدی و با هم و غم متأثر باشیم و از خدا بخواهیم تا فاصله 1000 و چند ساله که بین مردم و واسطه فیض اتفاق افتاده است برطرف شود و به پایان برسد. دعای با حال حزن و اندوه و تأثر قلبی از مردم واقع نمی شود. اگر می شد قطعا وضع اینطور نبود. باید با اشک و آه و ناله باشه دعا تا اثر بگذاره. ما خود را از اطرافیان و دوستان آن حضرت می دانیم، ولی در این امر یعنی دعا برای تعجیل ظهور او مسامحه میکنیم. ظهور آن حضرت اهم حاجات ماست، ولی ما عجل فرجه میگوییم فقط برای اینکه بفهمانیم مجلس ختم شد. ای کاش میدانستیم که احتیاج او به ما و دعای ما برای او به نفع خود ماست. من یک روایتی رو اشاره میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن که برای قوم بنی اسرائیل 400 سال عذاب نازل بکنه، اینقدر زجه زدن دعا کردن 170 سالشو خدا بخشید. رقم‌های حالا متعددی ذکر شده. بعد حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرماید شما شیعیان هم باید دعا کنید تا فرج ما نزدیک بشه. در واقع حضرت تقاضا میکنن برای فرج ما دعا کنید. در واقع تقاضا دارن صفای باطن. این ارتباط روحی باید عمیق باشه. با دعای فرج میشه. ای خدا، ای پیغمبر، آدم چجوری بگه اینو؟ به شهر نگاه میکنی درباره دعا گویی گرد مرده بر آن پاشیدن. در یک جمله میفرماید شما فکر نکنید برخی گمان میکنن دعا کار پیرزنها و پیرمردها و عجزه است. نه، دعا مال افراد ناتوان نیست. و این معناش یعنی چی؟ دعا برای ناتوانها نیست. بنده شدیدترین دعاها برای پیروزی و نصرت اسلام رو که مثل یک مادری که جوان از دست داده، مثل گریه هایی که شما در مصائب اهل بیت انجام میدید گاهی از اوقات، کجاها دیده باشم خوبه؟ شب عملیات از بعضی ها که اتفاقا سری نترس داشتن و از همه جلوتر بودن. خدا شاهد، من تعجب میکردم. من شب عملیات والفجر 8 تو قرارگاه شهید صیاد شیرازی رو میدیدم گریه میکرد، تعجب میکردم. این چه جور گریه‌ایه؟ این چه جور قصه خوردن برای جبهه اسلام؟ این چه جور زجه زدن؟ شهید صیاد شجاعت بی‌نظیری داشت، اهل جنگ بود، مورد محبت خاص حضرت آیت الله بهاءالدینی بود. شهادت رو هم که دیدی چجوری تو هوا زد و نایب امام زمان خم شد بر تابوت او بوسه زد. عجب شهادتی به دست اشقیاء از منافقین. او اهل جهاد بود ولی گریهش بیشتر از بقیه بود. ترسوها اصلا گریه نمی کنن، ترسوها تضرع نمی کنن. ناتوانها حس نازنین و لطیف و بلند و بالای دعا رو پیدا نمی کنن. اونها در ضعف خودشون اسیرن. دوستان من، چرا باید هرچه به ظهور نزدیکتر میشیم دعا و تضرعمان افزایش پیدا کنه؟ چرا؟ البته بدونید کافی نیست ما تک تک اهل دعا باشیم. شهر ما باید فرهنگ دعا داشته باشد و صدای ناله باید از شهر به آسمان برود. اوج احساس تضرع در قبل از ظهور مقدمه ظهوره، شرط ظهوره. پس از ظهور میگیم من مقدمه این انکسار خود در برابر پروردگار عالم را در دعاهای برای فرج حس کرده بودم. و بعد مولا دست تو را میگیرد و بالاتر میبرد و بعد میری پشت سر حضرت نماز میخونی، میبینی او چقدر متواضع به پروردگار است. ظهور برای چی رخ میده؟ ظلم چرا برچیده میشه؟ انسانها بتوانند متواضع بشوند. چرا باید دعا کرد برای فرج؟ چرا دعا چیزی از جنس فرج است؟ چرا میفرماید در دعا برای فرج فرج شما هست؟ فرج یعنی ما را به آستانه تواضع به بارگاه ربوبی بکشاند. دعا هم همین کار را انجام میدهد. چگونه میشود که خدا مستکبران را نابود میکند؟ به خاطر گل روی متواضعان خود. متواضعی وجود نداره. کو چند نفر بیار ببینم. در شهر چند میلیونی چند هزار نفر به مجلس دعا رفتن. متضرعی وجود نداره.
فرمود ادعونی استجب لکم ان الذين یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخل. مستکبر من و توییم که دعا نمی کنیم. ما میخوایم مستکبر رو از بین ببریم؟ ما خودمون چیزی از جنس استکبار در روحمون هست. مستکبر کیست؟ آیه قرآن میفرماد کسی که اهل دعا نیست. کمپین بین المللی دعا فقط برای یک نفر.